یه مردی تو غار تنها نشست، تو دل لاگ ها دنبال باگ میگشت. نه صوفی بود نه کافر نه شیخ، یه مهندس بود بیریش و کمی کوچیک. یه روز گفتم چی پوله، یه روز دیگه کی گفته اصلا همه چی پوله. کد که زد سرویس پرید بالا، ولی جیرا حتی یه خطم ننوشته ها. والا ما هم نشستیم دورش از صبح تا شب، پنج شنیدیم با قهوه بی قند و تلخ. حالا قصه‌شو میگیم با صدا، تو هم گوش بده شاید شدی دشت بیما یه دانا. امیدوارم از موسیقی تیتراژ ما لذت برده باشید. خب امروز قراره یه نگاه دقیق تر بندازیم به چند تا دیدگاه جالب و شاید یکم تند و تیز در مورد کار تیمی، مسئولیت پذیری، خرابکاری‌ها و البته پاداش‌ها. بله، این دیدگاه ها گویا از نوشته های مهندس دشت پیما میاد، شاید از همون کتاب مرد تنها در غار. آره، همون که خودشون گفتن البته مقدس نیست. دقیقاً. میخوایم با همین ایده ها رو بررسی کنیم، ببینیم چه درس هایی میشه برای محیط کارمون گرفت، مخصوصاً با توجه به این عنوان یکم بحث برانگیزمون: سوراخات رو پر کن و 10,000 تا سهام بگیر. عنوان جالبیه. خب از کجا شروع کنیم؟ بیا با این نقل قول شروع کنیم. خیلی خوب همکاری رو نشون میده به نظرم. در مسابقه 2 امدادی چوب رو به نفر بعدی میرسونن، پرت نمیکنن. آها، عالیه این فقط یه تشبیه قشنگ نیست، نه، انگار مستقیم داره به نحوه تحویل کار، مثلا شیفت آن کال اشاره میکنه. دقیقاً همینه. نکته کلیدیش همینه. پرت کردن چوب یعنی چی؟ یعنی مسئولیت رو بدی بره بدون اینکه مطمئن شی طرف مقابل آماده است. بدون اینکه حواست باشه چی رو داری میدی اصلاً. آره، شاید چون فشار کاری زیاده، شاید حس مالکیت مشترک نیست، یا فقط یه عادت بد سازمانیه. نتیجهش چی میشه؟ خب احتمال خطا میره بالا، اطلاعات مهم ممکنه از دست بره، کل تیم به مشکل میخوره. تحویل مسئولانه مثل 2 امدادی یعنی چی؟ یعنی یه انتقال نرم و کامل. و خب وقتی این انتقال درست انجام نمیشه یا هر کی فقط فکر خودشه، انگار میرسیم به اون تصویر اونی که تکان دهنده است. سوار یک کشتی هستیم که در اصل یک آبکش است و هر کس داره زیر خودش رو سوراخ میکنه. اوه این دیگه خیلی بده. این دیگه فقط بی‌دقتی نیست، یه جورایی شبیه خرابکاری ناخواسته است علیه کل تیم، مگه نه؟ دقیقاً. این تصویر خیلی خوب نشون میده چطور اون نگاه کوتاه مدت، اون منفعت فردی میتونه کل سیستم رو نابود کنه. این سوراخ کردن میتونه هر چیزی باشه پس. بله، میتونه اشتراک نذاشتن دانش باشه، رقابت ناسالم بین بچه‌ها، یا حتی انجام ندادن یک کار کوچیک ولی لازم که به همه کمک میکنه. هر سوراخ کوچیک آخرش به ضرر همه تموم میشه. همینطوره، حتی اگه نیتش خرابکاری نباشه. مشکل اصلی نبود اون نگاه سیستمیه، نبود مسئولیت پذیری جمعی. و این نبود نگاه سیستمی انگار تو روابط بین تیم‌ها هم خیلی دیده میشه، مثل اون تشبیه تند و تیز درباره تیم توسعه و زیرساخت. همون که میگه یه سری بچه‌ها رو میارن که لخت تحویل بگیرن بفرستن سر چهارراه. آره. یه سری هم لباس بپوشوننش تحویل جامعه بدن. خیلی تصویرسازی جسورانه برای نشون دادن تفاوت مسئولیت‌ها. جسورانه و یکم تلخ شاید، ولی نکته مهمی رو میگه: تفاوت تو اولویت‌ها و مسئولیت‌ها. یعنی تیم توسعه ممکنه فقط به سرعت فکر کنه؟ ممکنه تمرکزش رو سرعت تولید و ویژگی جدید باشه. آره، همون بچه لخت. ولی تیم زیرساخت چی؟ نگران پایداری، امنیت، عملکرد اون تو دنیای واقعی برای کاربر نهایی. که میشه همون لباس پوشاندن و تحویل به جامعه. دقیقاً. هیچ کدوم برتر نیستن. هر دو لازمن. چالش اینه که چطور این دوتا تیم، این دوتا دنیا رو هماهنگ کنیم. و مطمئن شیم هر دو مسئولیت خودشون رو در قبال کل فرایند میفهمن و بهش احترام میذارن. بله. و بخشی از این هماهنگی و مسئولیت انگار توی یه کار ساده ولی خیلی مهمه دیگه خلاصه میشه: مستندسازی. تو که 60 خط کد میزنی، یه خط هم تو جیرا بنویس. گفتی. اینو خیلیا ممکنه بگن دیگه سختگیریه بابا. آره، میگن وقتگیره و اینا، ولی اصلاً سختگیری نیست. این بخش جدایی ناپذیر مسئولیته. اون یه خط تو جیرا یا هر سیستم دیگه‌ای فقط یه نوشته اضافی نیست که. پس چیه؟ یعنی شفافیت.
یعنی تاریخچه، یعنی میشه ردش رو گرفت، یعنی به بقیه کمک میکنی بفهمن چی شده و چرا. وقتی مستند نمی‌کنی، کارت تو هوا میمونه. و بقیه باید کلی وقت بذارن بفهمن چی به چیه. یا بدتر، ندونسته یه مشکل دیگه درست کنن. اون یه خط یه هزینه خیلی کوچیکه برای جلوگیری از هزینه‌های خیلی بزرگتر سردرگمی و خطا تو آینده. کاملا منطقیه. این نگاه عملگرایانه و نتیجه محور ما رو میرسونه به آخرین نقل قول. سرویسی که کار میکنه. خیلی ساده و سرراست، نه؟ بله، قدرت سادگی و تمرکز روی نتیجه رو داره. یعنی هدف اصلی اینه که سیستم راه بیفته و به کاربر خدمت برسونه. جلوی کمالگرایی الکی رو میگیره. آره، جلوی اتلاف وقت روی جزئیات بی‌اهمیت رو میگیره. اما یه هشدار کوچیک هم داره. چی؟ اینکه کار کردن نباید بهانه بشه برای اینکه کیفیت پایدار، بدهی فنی که دیده نمیشه یا مسائل امنیتی رو نادیده بگیریم. مسئولیت پذیری واقعی یعنی مطمئن شیم سرویس فقط الان کار نمیکنه، بلکه درست کار میکنه و برای آینده هم قابل اطمینانه. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، یاد گرفتیم تحویل کار باید دقیق باشه، مثل پاس دادن چوب امدادی، نه پرت کردنش. فهمیدیم نگاه فقط فردی میتونه مثل سوراخ کردن کشتی باشه برای همه. همینطوره؟ دیدیم که درک و احترام به نقش‌های مختلف تیم‌ها خیلی مهمه و مستندسازی هم بخشی از کاره، نه یک کار اضافه. یه بخش ضروریه. و در آخر عملگرایی خوبه، به شرط اینکه کیفیت بلند مدت رو فدا نکنیم. حالا شما که دارید میشنوید، کدوم یکی از این دیدگاه‌ها بیشتر شبیه تجربه‌های خودتون تو تیم‌ها بود؟ و شاید بهترین جمع‌بندی و ربط دادن همه این بحثا به اون عنوان اول برنامه همین خبری باشه که در مورد مهندس دشت پیما هست. اون خبر پاداش؟ و این هفته مهندس دشت پیما بابت خدمت درست و بالا بردن کارایی محصول به 1,000,000 کاربر 10,000 سهم از شرکت گرفت. چه جالب! این نشون میده وقتی مسئولیت‌ها درست انجام بشه، وقتی سوراخ‌ها به جای ایجاد شدن پر بشن و وقتی نتیجه واقعی برای کاربر و شرکت ایجاد بشه، پاداش‌های بزرگ هم میتونه وجود داشته باشه. دقیقاً، پاداش‌های معنادار هم میتونه در انتظار باشه. یه نکته قابل تأمل برای مسیر حرفه‌ای هممون. اینطور نیست؟